بررسی 10 تا از مهمترین خدماتی که سلسله پهلوی به ایران کرد. شماره 1 یکپارچه‌سازی ارتش و اصلاح بهداشت عمومی. تو سال 1304 زمانی که رضا شاه پهلوی رسما پادشاه ایران میشه، ارتش ایران چیزی جز یک مجمع جزایر پراکنده از نیروهای قبیله قاجاری نبوده. این با چندین برابر کردن بودجه ارتش و وضع قانون سربازی اجباری تعداد سربازان ارتش رو از 40,000 نفر به چیزی نزدیک به 130,000 نفر میرسونه. حقوق سربازان رو مقدار کمی افزایش میده و سعی میکنه که وضعیت زندگی اونها در پایگاه‌های نظامی بهبود پیدا بکنه. همین اقدامات اون پایه اصلی وحدت ملی، امنیت داخلی و سرکوب نیروهای شورشی محلی شد و باعث شد ایران از حالت نیمه فئودالی خودش خارج بشه. علاوه بر اینها بلافاصله بعد از زمانی که رسما پادشاه میشه دستور میده که تمام سگ‌های ولگرد از سطح خیابون‌ها و کوچه‌ها برداشته بشن و هر کسی سگ خودش رو موظفه که ببنده و قلاده بزنه. این کار باعث میشد بیماری واگیری که از سگ‌ها و حیوانات به مردم میرسید جلوش گرفته بشه. علاوه بر این شروع میکنه به تأسیس بیمارستان در سرتاسر کشور و واکسیناسیون رو برای تمام مردم اجباری اعلام میکنه تا بتونه جلوی بیماری واگیرداری که تا اون لحظه داشتن مردم رو میکشتن مثل طاعون و وبا بگیره. این علاوه بر این دستور میده که تمام حمام‌های خزینه‌دار بسته بشن تا از شیوع بیماری‌های واگیردار جلوگیری بکنه و مردم رو به استفاده از حمام‌های دوشدار تشویق میکنه. یکی دیگر از اقدامات مهمش اینه که مصرف شیره و تریاک رو در تمام کافه‌ها و قهوه‌خونه‌ها و انظار عمومی ممنوع اعلام میکنه و کلا صنعت شیره و تریاک رو در انحصار دولت قرار میده تا علاوه بر این که بتونه از پولش برای دولت استفاده بکنه، مصرف مردم رو هم کنترل بکنه. این کار باعث می‌شده که نوجوانان و جوانان دیگه اون شکل زشت مصرف رو توی مکان‌های عمومی نبینن و سن اعتیاد از اون چیزی که بوده پایین‌تر نره. و این کارش همینطور باعث میشه که بزهکاریایی که از اعتیاد ریشه میگرفتن هم توی کشور کاهش پیدا بکنه. این اقدامات عمدتاً در چارچوب برنامه مدرن‌سازی رضا شاه قرار داشت که هدفشون هم ایجاد نظم، بهداشت و وحدت ملی بود. از چندگاهی هم با مقاومت اجتماعی از سمت مردم و یا حتی سیاستمداران نزدیک به خودش روبرو میشد، اما سعی میکرد با قلدری خاصی که داشت اون کاری که فکر میکرد به نفع مردمه و درسته رو انجام بده.